با چنین آرایش سیما، ابروان زرحلی و گونه‌های سرخ جمیله لیلوی 30 ساله مسلمان از بلغارستان عروسی میکند. این رسمی غیر مقرری و قدیمی ساکنان روستای دراگینووا است. در این دهه پومک‌ها سلاویان‌های زندگی میکنند که در زمان امپریای ترکان عثمانی دین اسلام را پذیرفتند. آرایش سیمای عروس را گلی نمینامند. برای آن به گفته آرایشگر پلمن سانکوف چند ساعت لازم است. در روستای ما همیشه توی است و همه این رسم را رعایت میکنند. در سیمای عروس رنگ خاص میمالند، ورقه های طلا رنگ میچسبانند. گونه و لبان و ابروانش را سرخ میکنند. لبان مادر جمیله را 10 سالها پیش با همین رنگ سرخ کردند. تا سال 1989 در عهد کمونیست ها در بلغارستان این رسم ممنوع بود، ولی مردم آن را نگه داشتند. این رسم قدیمی است و ما آن را احیا میکنیم و دختران خوش میآید و فرق از دیگر همسالانشان در شهرهای دیگر جشن عروسی معمولی در رستوران را نمیخواهند. پافشاری میکنند که تویشان سنتی باشد. پومک ها یک اقلیت کوچکی متفاوت در بلغارستان است. در روستاهای آنها برعکس دیگر محلها جوانان زیادند.